پهلوان جوان تاجیک ابوبکر شیروف روز 24 ایون سال 2023 در مسابقه بین المللی گشتین جودو راشن جودو تور چلیابسک 2023 مدال طلا به دست آورد. سامانه رسمی فدراسیون جودوی تاجیکستان خبر داد که ابوبکر شیروف در وزن 73 کیلوگرم تا رسیدن به فینال دانیل توشف مسکو، شمیل اومایف تیومن، مگژان الژانوف قزاقستان، بویان خلیل سانا تیومن، شامل زولفقاروف از تیومن را مغلوب کرد. در فینال دیمیتری کارپوخین اسوردلوفسک را شکست داده جای اول را سزاوار شد. در وزن 66 کیلوگرم سوراب بوقیف پس از دو پیروزی بر میخائیل نیلیوبین چلیابسک و الدیار ارشوف قزاقستان در چهارک فینال از ایوان چرنیخ سانت پتربورگ و در قوه‌وزیمایی تسلا بخش از ورزشگر ارمنستان اگیازار کارپاتیان مغلوب شد. حقداد گلوف باشد در دور اول از کیم ایراپتیان سوردلوفسک شکست خورد. در مسابقه راشن جودو تور چلیابسک 2023 517 ورزشگر از آذربایجان، قرقیزستان، امارات متحده عرب، بلاروس، سربیا، یونان، اسرائیل، مولداوا، جزیره های کومور و سودان شرکت کردند. غالبان و جایزه داران در برابر مدال با جایزه پولی قدردانی می شوند. فوند عمومی جایزه ها 7 میلیون روبل را تشکیل می دهد. ابوبکر شیروف ماه آگوست سال 2022 در شهر اکاتوی قزاقستان جام کشاد آسیا به خاطر تورار ژولدبویف صاحب مدال نقره شده بود. او آن وقت در وزن 66 کیلوگرم هنرنمایی می کرد.